بار دیگر بینندگان عزیز رادیو آزادی، من همگی چند دقیقه پیش در خدمت شما بودم و سرخط خبرهای روز تاجیکستان و جهان را تقدیم کردم. اما حالا یک اعلان دارم کاربران عزیز آزادی ویدیو. بخش تاجیکی رادیو آزادی یک سلسله گفتار تاریخی رو زیر عنوان رگی اومو تهیه کرده است و آن را خدمت شما ارائه خواهد کرد. مؤلف این سلسله گفتار رهبری بخش منطقوی رادیو آزادی عباس جوادی هستند. خوش آمدید برای صحبت. و قبل از همه من شما رو تبریک میکنم با این سلسله گفتار خیلی جدی و میخواستم برای بینندگان رادیو آزادی به طور مختصر شرح بدید که چرا ماورالنهر و ورود اسلام. ما اولین 3 یا 4 قرن بعد از اسلام رو در ماورالنهر گفتیم بگوییم با زبان ساده، اما بر اساس منبع‌های اکادمیک و نحو که قبلا گفته نشده است. به نظرم در تاجیکستان و در ازبکستان و در ایران و افغانستان تاریخ زمان بعد از اسلام رو نمیدونن. چه خیلی مسلمان شدیم، بعداً چه شد، دور سامانیان چه خیلی بود. اینها رو ما میخوایم به زبان ساده بگیم. خب تا جای ما میدونیم تو به امروز در مورد ماورالنهر تحقیقات زیادی انجام شده است و چه پهلوهای تازه بود در این سمت که شما اون رو میکشید برای بینندگان؟ تحقیقات بسیار زیاد شده است. به نظر من در تاجیکستان یا در ازبکستان شاید 5% این تحقیقات حتی کهنه رو نمیدونن. اول اون تحقیقات کهنه رو بر پایه آخرین به اصطلاح تحقیقات، کتاب‌هایی که منتشر شده، مقاله‌هایی که منتشر شده بررسی می‌کنیم. ثانیاً اینکه چیزهای نو هم هست از قبیل مثلا مکاتبات، نامه‌هایی که نوشته شده است از طرف سفیران بیزانتیوم و ترکای تورگش در شمال سیردریا و غیره که اطلاعات زیادی مثلا درباره سوقدی‌ها، تجارت سوقدی‌ها در کاشغر میدهند. خیلی جالب است. اما چقدر فرصت ضرور بود برای شما برای تهیه؟ قریب 6 ماه هست که این بررسی رو میکنم. قریب 30 کتاب و 10 مقاله خواندم در این باره. زیاد فکر کردید سر انتخاب همین موضوع یا که دفعتاً شما؟ نه من این در دانشگاه همیشه جزو موضوعهای خیلی مورد علاقه من بود. فقط با این گفتم از ماه اوگوست به این طرف تحقیقات بیشتر، مطالعه بیشتر کردم. در واقع هیچ نیت تقدیم اون به رادیو آزادی نبودم، ولی پیشنهاد شد. پیشنهاد خوبی هم هست. خب تشکر میگم برای شما برای این صحبتی خیلی جالب و فکر میکنم بینندگان عزیز ما توانستیم در این چند دقیقه توجه شما رو به این سلسله گفتار جلب کنیم و باید بگم که همین چند دقیقه پس در شکل متنی شما میتوانید این سلسله گفتار تاریخی رو در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و همین گونه نواری آن رو در آزادی ویدیو که طوری میدونید کانال مستقیم ما در یوتیوب است تماشا کنید و بینندگان عزیز البته خودش ما اگر دیدید اون رو برای دوستان دیگرتون هم توصیه بدید، چون فکر میکنم دیدن این سلسله گفتار که واقعا هم برای هر یک ما مهم است دانستن تاریخ خود برای شما نیز جالب خواهد بود و البته نوشتن فکر و اندیشه های خودتون رو نیز فراموش نکنید و منتظر باشید و بخشای دیگری این سلسله گفتار نیز به زودی برای شما تقدیم خواهد شد. برای شما تماشای خوب را تمنا دارم. خوش آمدید بار دیگر و بار دیگر تبریک باشه. رحمت، تشکر.